حالا که ما با 4 همسایه‌ای که داریم ما با اون نظر کنیم، چین، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، در یگان همسایه ما جناب عالی نیست، در یگان همسایه ما پیشوای ملت نیست، در یگان همسایه ما کوشش ساختار سلاله نیست. در یگان جایی که هست کشور ما هست. چی ما چور میکنیم؟ یعنی که با جای پیش رفتن ما قفل میریم، برمیگردیم به اصل سنگین، به اصل سنگ و چوب خوب تخته و دیگر سالها برمیگردیم. ما وقتی که میبینیم راهبر یک کشور دیگر، این در مردم ما زیاد مشاهده میشود، راهبر یک کشور وقتی که میبینیم که کارهای بهترین انجام میده، خب دفاع از مظلومان میکنه، یک آبار میسوزد، با مردمش آزاد سیرگشت میکنه، صحبت با آخرها میگذرونه، ما واقعا را خوب استقبال میکنیم، تعریف میکنیم، خب وقت ما در اون هم زیاد صرف میکنیم. اکثریت مردم رو میبینیم که رسمای مقصد که رئیسای جمهور دیگر بعضا نفرهای دیگر کشورها را در خب پروفیل خودشون در فیسبوک و در دیگر رسانه‌ای که هستن استفاده میبرن، تعریف و توصیف میکنن. اگر که ما زیاد این چیزها را میخوایم، پس برای چی کوشش نمیکنیم که همین چیزا تغییر بدیم در خودمون، در داخل خودمون، در کشور خودمون؟ برای چی ما برای کوشش نمیکنیم؟ مردم ما امروز در انتظار یک چیز دیگر هستند. وقتی که اسلام کریم وفات کرد، مردم ما همین گونه شادی کردند که گویا که در از یک ظالم داخل خودشون رهایی یافته باشند. اینقدر استقبال کردند، اینقدر دعا کردند، اینقدر او را به دوزخ روان کردند، قدر سخنان قبیح هم گفتند. خب و برخی نفرهایی هستند که در انتظار همین است که شاید روز رحمانوف وفات میکنه و وضعیت خوب میشه، هم در انتظار همین هستند. خب این مشاهده میشود. امروز یک سوال است، اگر اسلام کریموف صاحب پسر میبود، امروز رئیس جمهور دیگر کس میبود، یا که او فرزند خودش هم میگذاشت، رابطه بین تاجیکستان و ازبکستان خوب میشید، با دیگر همسایه کشورها خوب میشید؟ البته در این شک هست. خب و با اون سیاستی که داشت، از سیاست یعنی که راهبر امروزه تاجیکستان فرقیتی نداره، منظور اسلام کریموف است. یعنی اگر که اون صاحب پسر میبود، حتما پسر خودش یعنی که در جای خود انتخاب میکرد. و بازم برمیگردیم به سیاست رئیس جمهوری تاجیکستان و مردمی که در انتظار اون هستند که شاید بعد از وفات این نفر یعنی که وضعیت در تاجیکستان خوب شود، به مثل ازبکستان. خب ببینید، اگر رفت یک نفر دیگر او فرزندش نه، یک نفر دیگر از همین داخل شود، آیا مطمئن هستین که به مثل مردم ازبکستان، چرا که امروز از یک خب ظالمش میدونستن اکثریت، خب امروز مردم هم که ظالم میخوان راهبر قبلی را، آیا مطمئن هستین که بعد از رحمانوف از همون رژیم یک نفر با سیاست سالم بیاد؟ آیا در همین مطمئن هستین؟ چون که بعضا کشورهایی هست که یک ظالمی بود همین روزا، یعنی یک ظالمی بود سرنگونش کردن و یک نفر از همون رژیم آمد و بدتر کرد از اون ظالمی پیشتر و همین شب و روز بالای مردمش ظلم دارن. بعضا کشورها هست همین گونه. پس یعنی که در فکر اون نیستن که اگر در انتظار فوت رحمانوف باشین، در انتظار مرگ او باشین، یک نفر از داخل رژیم بیا و مثل این کشوری که ما قیاس کردیم، گرچند این نامشان نگرفتیم، مهم نیست نامشان گرفتن، یعنی که بدتر از این کنه. این فکر نمیکنید. خب دویم، رحمانوف البته که امروز در کوشش ساختار سلاله خود است. این ایون است، این چیزا ما دیدیم، یعنی که هر چیزی که قبلی بود میخواه اونو را تاریخ تاجیکستان از بین ببره، هر یک انشاءات تاریخی که ما داشتیم اونها را میخواه از بین ببره و ساخته شود هر چیزهایی که از دوره حکمرانی خودش است. به چه خاطر؟ به خاطری که در تاجیکستان هر چیزی که مانده میشه دیگر بینا و هر چیزی که میشه بودن این همون زمانی یعنی که
راهبری یا که از زمان حکمرانی همین سلوله است و دیگر. خب ببینیم اگر در انتظاری باشه این معلوم است که یعنی که میخواد که سلوله خودش بسازد و دیدن که در کوتاه‌ترین فرصت هم فرزندش تا کجا آورسون. و بازم میشنویم که بعضی نفرها امروز تعریف میکنن، توصیف میکنن، میگن حتی با آمدن فرزندش یک بهبودی ها هست، در انتظار هستن که بهبودی ها میشود. اینقدر مطمئنیم در این چیز، اینقدر باوری داریم که واقعا حداقل اگر فرزندش که اومد یک بهبودی میشود، در انتظار همین چیز هستیم. یک با فکر نمیکنیم که مردم سوریه وقتی که بیزار شده بودن از حافظ اسد گفتن خب دیگر بیمار است، فوت میکنه، دیگر سو میکنه. وقتی پسرش اومد گفتن که پسر این خب جوان هست، اون پسر خودش دیگر اونجا گذاشت، گفتن پسرش جوان هست، پسرش در اروپا خوانده است، یک چند زبان ها را میدونه، خب این بهتر میکنه، این یعنی وضعیت مردم و وضعیت کشور بهتر میکنه. لیکن ببینید که پسرش چیکار کرد؟ مردم سوریه تا امروز اذیت میکشن، هر روز هر زمان زنها، پیرمردها، پیرزنها، کودکها میبینید که چقدر هلاک میگردن و اکثریت شما امروز تبلیغ میکنید، فریاد میزنید، داد میزنید که در حق اینا دعا کنید، در باره اینا حرف بزنید، از اینا دفاع کنید. نه که هیچ طرفی وطن خود یک بار نگاه نمیکنید که همین چیز در تاجیکستان شدنش ممکن است. همین چیز بعضا برنامه ها بالای اون منطقه هست، فکر میکنه که فرزندش میاد بهتر میکنه، برای چی پهلوی دیگرش نگاه نمیکنیم که احتمال داره که چی شود، یعنی که فرزندش به مثل فرزند حافظ اسد اومده به سیاست نادرستش برای یک کرسی، برای یک منصب، برای یک ساختار سلوله، خودخواهی، نفسی بد چورنن سر هزارها طفل را بخورن. برای چی بالای این فکر نمیکنه؟